امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب جامع صحیح خود که مشهور با صحیح بخاری است در کتاب ایمان چنین گفتند: بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الایمان. با نام الله سبحانه و تعالی شروع کردند و گفتند که کتاب ایمان. بعد از آن که کتاب ایمان گفتند، امام بخاری رحمت الله علیه گفتند: باب الایمان و قول النبی صلی الله علیه و سلم بنی الاسلام علی خمس. باب ایمان و قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که اسلام بر 5 اساس بنیاد یافته است. و در اینجا وقتی که در زیر کتاب ایمان باب قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که اسلام به 5 چیز بنیاد شد گفتند، مقصود امام بخاری کلمه اسلام است. یعنی اسلام در تنهایی معنای ایمان را هم میدهد. چطوری که ایمان اگر تنها بیاید معنای اسلام را هم افاده میکنند. بنابراین علما رحمت الله علیه گفتند که اذا اجتمع تفرقا. ایمان و اسلام وقتی که در یک جمله جمع می شود، ایمان و اسلام گفته وقتی که جمع می آید 2 معنا دارد، ولیکن در تنهایی وقتی که آید و اذا افترقا اجتمعا، وقتی که آنها از همدیگر جدا شدند معنای یک معنا را می دهند. اجتمع یعنی اجتمع فی المعنى، در معنا یک می شوند. و امام بخاری در همین مذهب هستند که اسلام ایمان را هم افاده می کند. بنابراین چنین باب گذاری کردم. بعد از آن گفتن که و هو قول و فعل و یزید و ینقص. ایمان قول است و فعل است و زیاد می شود و نقصان می شود، کم می شود. و این مذهب اهل سنت و الجماعت از صحابه ها، تابعین و تبع تابعین و امام ها و علما و بزرگواران. یعنی ایمان قول و فعل است گفتن. حافظ ابن رجب رحمت الله علیه گفتند که اکثر علمای سلف قول و عمل میگویند. قول و عمل، یعنی به جای کلمه فعل عمل را استفاده میبرند. اینها مرادف هستند، لیکن کلمه فعل شاملتر است که وسیع‌تر است. بنابراین اختیار امام بخاری رحمت الله علیه درست‌تر است و صواب‌تر است. و هو قول و فعل. ایمان قول است، لا اله الا الله محمد رسول الله، یعنی با زبان گفته می شود. قول زبان است و فعل اعضاها هست. و این چنین فعل قلب هم هست، چون بسیار عمل هایی که قلب اجرا میکند و عمل قلب است، یعنی فعل قلب است. مانند تصدیق، مانند اخلاص، اینها عمل های قلب است. مانند نیت، لا اله الا الله وقتی که زبان گفت و قلب تصدیق کرد، این فعل قلب است. و این چنین با اعضاها باید آن تصدیق کرده شود. یعنی قول و عمل است، باید انسان عمل کند. بعضی دیگر علماها با 3 تعبیر میارن، میگویند که ایمان این قول زبان است و تصدیق قلب است و عمل جوارح است، عمل اعضاها هست. یعنی ایمان بدون عمل تصور کرده نمی شود، مگر آن شخصی که ایمان آورد، لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، سپس وفات کرد. یعنی این انسان عمل نکرده وفات کرد. بعد اینکه کلمه آورد و اسلام قبول کرد وفات کرد، این مؤمن است. لیکن آن آدمی که عمل نمی کند، این انسان یعنی تمام ارکان ایمان را به جا نآورده است. و البته در این باره چندین آیت و 51 حدیث و خیلی از اقوال صحابه ها و تابعین و تبع تابعین امام بخاری رحمت الله علیه همچون دلیل در پایان ذکر کردند که به آنها انشاءالله اشاره میکنیم. البته وقتی که به قرآن کریم نظر میکنیم، الله سبحانه و تعالی میگوید که ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، آنهایی که ایمان آوردن و عملهای صالح کردند، برای آنها مکافاتشان جنت هایی است. گفته
الله سبحانه و تعالی مکافات آنهایی که ایمان آوردن و عملهای صالح کردن بیان میکنند. در یگان جا آمده است که فقط برای ایمان خالی که در لغت عرب به معنای تصدیق هست الله سبحانه و تعالی جزای اعلان کرده باشد. بعضی مرجئه ها گفتند که ایمان فقط قول است، یعنی با زبان گفته میشد لا اله الا الله محمد رسول الله و حتی تصدیق قلب هم ضرور نیست گفتم و این قول باطل است. اگر این ایمان حساب میشد ایمان منافق ها ایمان حساب میشد، حالا که آنها با اعضا عمل میکردند، به نمازها حاضر میشدند، همراهی پیامبر صلی الله علیه وسلم در تمام عبادت ها و مواسم ها اشتراک میکردند، ولی در قلبشان ایمان به الله و روز قیامت نداشتند. آنها در پایان ترین درکه دوزخ میسوزند. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق ها در درکه پایان ترین دوزخ میسوزند. آنها با زبان لا اله الا الله محمد رسول الله میگفتند، حتی نمازها را میخواندند، زکات میدادند، عملها را اجرا میکردند، لیکن در قرارت قلب آنها ایمان نبود. یا اینکه بعضی از طایفه های اهل بدعت گفتند که ایمان فقط با قلب است، یعنی وقتی که با قلب تصدیق کرد شرط نه که با زبان نطق کند. اگر چنین میشد ابو طالب عمک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مؤمن حساب میشد. همین گونه فرعون هم در قرارت قلبش ایمان داشت، حتی در بعضی مجلس هایش میگفت که واقعا این دینی که محمد صلی الله علیه و سلم آورده است بهترین دین است و اگر مرا قومم ملامت نمیکرد که از دینی پدرش برآمده است، سخنی مردم نمیشد، مرا در دین محمد پیش قدم میافتی میگفت و در دیگر جایها هم به دین اسلام ثنا میگفت و در قرارت قلبش میدانست که الله تعالی حق است و محمد صلی الله علیه و سلم در حقیقت پیغمبر الله تعالی هستند. ولیکن وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا عم قل لا اله الا الله، ای عمک لا اله الا الله گو، روز قیامت به همین کلمه انشاءالله من حجت آوری میکنم، در آخرین لحظه های حیاتش بود و زبان نگرفت. من در دین عبدالمطلب گفته از دنیا گذشت، کافر از دنیا گذشت. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حقش استغفار میپرسیدن، الله تعالی منع کرد. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و برای آنهایی که ایمان آوردند اجازت نیست که در حق مشرکین استغفار بپرسند. همین گونه وقتی که لا اله الا الله محمد رسول الله با زبان نگفت کافر گذشت. و بعضی علما شیطان را مثال میارن. شیطان با زبانش هم اقرار میکرد به حقیقت الله سبحانه و تعالی ایمان داشت و با قلبش هم حتی اگر قسم خورد بهتر از بعضی مسلمان ها قسم میخورد. مسلمان ها اگر به نام، به شیر، به فرزند، به بعضی بزرگان و اولیاء اگر قسم یاد کنند، شیطان به الله سبحانه و تعالی قسم یاد میکرد. فبعزتک لأغوینهم اجمعین. قسم به بزرگیت، عزت، قسم به بزرگیت، پروردگارا، ربی میگفت پروردگارا. او ایمان دارد، در قرارت قلبش هم ایمان دارد و در زبانش هم اقرار میکرد، ولی وقتی که الله تعالی سجده کن گفت سجده نکرد. فکان من الکافرین، از جمله کافران شد. بنابراین ایمان قول است و فعل است، یعنی ایمان هم با زبان گفته می شود، هم با قلب تصدیق کرده می شود، هم با اعضاها اجرا کرده می شود که امام بخاری خیلی دلیل های فراوان به این در کتاب ایمان می بیارند.